بخوایم به صورت اینکه شخصی که حالا جنگیری میکنه توجه بکنی، بابا اصلا این کار اصولی نیست. آقای عبدالله علی مهاجر بیشعور، چرا جلوی یک بچه‌ای که ویدیوشو من امروز میذارم، اون بچه با چه حالتی میپره بغل مادری که زیر دست توی الاغ کتک خورده، بچه گریه داره میکنه میپره بغل مادرش، چرا داری این کار رو میکنی؟ کی به تو در اومده گفته تو جنگیری؟ کی به تو گفته باید اینجوری جنگیری کرد؟ کی گفته جن دستگاه عصبی داره، چه میدونم این رشته های عصبی داره؟ کی این حرفا رو به شما ها زده؟ تو کدوم کتابی اومده این چیزا؟ تو کدوم قانونی اومده؟ واقعا من نمیفهمم. آقای عبدالله علی، من این اسمشو نوشتم، این بنر دارم نگاه میکنم هی اسمشو اشتباه نخونم. عبدالله علی به خدا اینجا نوشتم واسه اسم عبدالله علی مهاجر. آخه این چه کاریه داری میکنی آخه عزیز من؟ نکن این کارو. آره داری. آره مهدی اینجا هست. مهدی بیا. مهدی جان هستی؟ مهدی رو بیاریم. آره داری. آره مهدی رو بیاریم. مهدی رو من واقعا نمیدونم این چه داستانیه. نکنید این کار رو. این کار اشتباهی آقای عبدالله علی مهاجر. خانواده هایی که دست گلتون و همسرتون و خواهرتون و مامان جان رو میبرید اونجا، آقا نکن این کار رو. قربون اون شکلت برم من. جنگیری اینجوری نیست با کتک و چه میدونم شلاق و کمر بند چرمی و این کارا رو نکنید. من اصلا نمیفهمم، خدا شاهده، کدوم خر این کار رو میکنه که توی خر داری این کار رو میکنی؟ بابا صدر احمد به احمد باز کتک نمیزنه، پول میگیره. تو هم پول میگیری هم میزنی. یعنی احمد تو مبرا کردی از هرچی میشه. این کتک ها رو ببین الان آقای عبدالله علی جن اینو میگیری؟ جن احمد جان رو میشه برای ما بگیری شما؟ یعنی توف تو شرفت بیاد بابا. تو من بچه رو دیدم. ببین تو اگر در کشور خارجی بودی این کار رو میکردی، تو رو زندانی میکردن. خدا شاهده تو رو زندانیت میکردن. یعنی آقای دادستان که تلفن تو رو قطع کرده، اولا دستش درد نکنه، من دست اون دادستان رو میبوسم که تلفن تو رو قطع کرد. اون باید دستای تو رو قطع بکنه. بفهم جان داری. بله دقیقا همینطوره. من مهدی جانم بهش درود میگم و دعوتش کردم، الان میاد پیشمون نظرات ایشون هم بشنم. مهدی جان اومدی؟ سلام، شبت بخیر. درود مهدی عزیز. درود بر شما، بهروزخان میرزایی عزیز، داریای عزیز، شب شما بخیر. در خدمتتون هستم. جناب مهدی عزیز، شما دیدین دیگه آقای عبدالله علی مهاجر که بچه ها نوشتن عبدالله علی جان، میگن همه جنا از تو. آقا همه جنا که از تو میترسن عبدالله علی جان هیچی، ما هم از تو میترسیم، همه از تو میترسن زیر دست تو کتک نخورن. عبدالله جان تو تنها کسی هستی که کتک میزنی، دستت هم میبوسم، پولم بهت میدن. باریکلا. بفرمایید جناب مهدی. آقا منم یه سلام عرض ادب کنم خدمت بینندگانتون. واقعا من همین الانم شما گفتی داشتم میخندیدم فقط میرزی، نمیدونم چی باید به اینا بگیم. بعد مردم ما واقعا نمیدونم اصلا چطوری هستن استاد میگم به اینا. طرف چی فکر میکنه آخه؟ مگه میشه با چک و لغت کسی رو آخه مثلا دارای مریضی ماورایی باشه بعد اون وقت بهبودش کرد؟ باور کنین آدم به نظر من اندازه زیوری هم حالیش نیست. اینجوری بهتون بگم زیوری پیش این استاده. واقعا خنده‌دار بود واقعا. فقط میشه به جای فیلم کمدی که مثلا میخواد این اساتید رو مسخره کنه ازش نام ببرم، همینو بس. هیچ چیزی نمیشه بگیرش. اگه یه کسی داره یه علمی باشه قانونا باید یه
کراماتی داشته باشه، حداقل اینو بدونه که تو حضور این یه جمع اینجوری و با 4 تا صلوات نمیشه همچین کاری کرد. این ببین اون روز یه حرفی زدم بهتون، بازم میگم تمام این آدمایی که این صلوات و این نمیدونم بالاتر از خدا و اهل بیت و قرآن و اینو نداریم و میکشن واسه همشون شیادن. اصلا این کار هیچ ربطی به این داستانا نداره، فقط برای اینکه مردم بتونن فریب بدن این کارو میکنن. همینو بس. در خدمتتون هستم. من واقعا بازم دارم این رو میگم، من خیلی ثابت قدم هستم رو این حرفم، یعنی من این حرف رو باید به کرسی بشونمش و باید بشینه. جن دارای دستگاه عصبی هست آیا یا چه؟ آیا جن حس داره؟ شما داری طرف رو میزنی، داری میزنی تو گوشش، باقی برای بابا شما میگن قلنج سر گردنتون هی اینجوری میکنید شده، برید اینا رو نگاه کنید، طرف شده فلج شده، خودش اومده این گردنش یه اینوری اونوری کرده باعث شده طرف فلج بشه، خیلی غیر اصولی این کار رو کرده. شما میای با دست، با بغل دست مثل بروسلی میزنی تو گردن یک زن، بعد میگی برید خدا رو شکر بکنی که من کتکتون زدم. اگر یک اتفاقی واسه این هموطن ما، این خانم بیفته، شما چه جوابی دارید بهش بدید؟ واقعا شما چی کار میکنید؟ آقای عبدالله علی مهاجر، من درخواست آب دارم فقط. آقای مسیحا خیلی خوش آمدید.